بفرمایید. سلام علیکم. خوش آمدید. و علیکم السلام. خوبی برادر؟ سلام. الحمدلله به خدمت شما هستم. شما ببخشید کدام مذهب دارین؟ در من مورد چی صحبت میکنین؟ خدا قبول کنه شیعه هستم. الحمدلله. در مورد چی صحبت میکنین که می اینجا لایفتان؟ شما من میدونم از اول الله و اینجا هستید، متوجه نشدید حالا؟ نه، من چون سر کار هستم اومدم رفتم درست نفهمیدم که در مورد نه، سوال گفتگو با دینای مختلف، مذهب‌های مختلف. شما فرستنده امام زمان علیه السلام که ظهور کرده شنیدین خبرشو؟ چی شده؟ فرستنده امام زمان علیه السلام که در عراق ظهور کرده 24 سال میشه تقریبا، که نامش سید احمد الحسن است. شنیدین همچین چیزی؟ نه. که کجا ظهور کردن؟ فرستنده امام زمان علیه السلام 24 سال میشه که در عراق ظهور کردن. کسی به ایشان پیوسته؟ کسی در کمک ایشان رفته؟ چی گم؟ من چرا کسی میکنم؟ در یاری ایشان رفته؟ خیلی پیروشان خیلی زیاد هستن. در عراق هست، ایران هست، افغانستان هست، سودان. اسمش گفته چی بود بزرگوار؟ بله؟ اسم فرستنده چی بود؟ سید احمد الحسن. اگر شما شیعه هستین و خیلی از ما شیعه ها کتاب شیخ صدوق خوانده باشین، در آخر کتاب شیخ صدوق وصیتش به وفات حضرت محمد علیه السلام نوشته اونجا آمده که گفته که بعد از 12 امام 12 مهدی میه. گفته او مهدی است که احمدی است که اسمش شبیه اسم خودم پدرم، یعنی عبدالله احمد مهدی. اگر این دست واقعا در کده باشه، فهمیده باشه، از اونجا میفهمن که یه احمدی که آمده بیشتر از 50 کتاب نوشته که حق هست. هر بزرگوار اگر واقعا میخواه معلومات داشته باشه، و همینطوری که امام جعفر صادق علیه السلام گفته، حدیث داریم گفته که دین خود به دست کسی نسپار، مثل علمای بیعملی که همیار ما میبینیم در افغانستان هست، پاکستان هست، نمیفهم ایران هست. دنیا رو اینا خراب کردن، مردم ها رو، جوان ها رو اینا از راه کشیدن. چرا مردم از دین رفتن کنن؟ به خاطر همین از اینا هستن، چون دین اسلام اینا آمدن اشتباه بر مردم توضیح دادن. احسن. همیارم سید احمد الحسن که ما میگیم فرستنده امام زمان اسلام هست، ما با منبع برای هر کسی که بخواد سوال داشته باشه. البته تیک تاک چیزی هست که نمیشه مطلب زیاد رو ما در چیز کنیم یا بانیم یا مثلا جواب کسی بدیم. هر بزرگواری که میخواد لینک تلگرام هست، میاد تلگرام 1000 نفر هست، بیاید سوال کنن، سوالایش با منبع با احادیث از کتابای خود ما شیعه ها، خود کسایی که سنی هست، یعنی جواب داده میشه. حتی سید احمد الحسن اسلام که آمدن برای کل ادیان هست، حتی برای بیدینان هست، اینطوری نیست که فقط برای خودش آمدن یا برای شیعه آمدن یا برای سنی. بازم اگر بزرگواران صدای من بشنون، من نمیگم که به خاطر فالوور هستن نیاز ندارم که فالو کنن و دوستم ندارم که بیان لایف، اصلا بلد نیستم که بیان لایف. که اگر میخواید کم معلومات دیگه هم میتونن چیز کنن، معلومات چیز صفحه تیکتاک خود میتونن که بشنون، مطالعه کنن. بازم هر بزرگوار اگه خواست لینک دیگه هم میتونن چیز کنن، میبیاین من لینک بشنون. شما گفتید کدام کتاب از ما متراجع میشم؟ کتابش البته داخل کتاب آمده و من یادداشت بگیرم که من واقعا ناراحت شدم. ایشان آماده من نمیدونستم. کتابش صدوق. شما تلگرام دارید؟ شما تلگرام دارید؟ نه، یک لحظه من نوشته کنم. شیخ قدوس صدوق. یا آخر صفحه کتابش ببینین، بخونین. مقبول در موقعان نوشته کرده که بعد از 12 امام 12 مهدی میاد. خیلی باور ندارن، میگن که نه، اون چیز وجود نداره. اصلا امکان نداره که دنیا بدون وجود خدا باشه. احسن. من بیشتر وقت نمیگیرم. من میرم مطلب میرم، شما لطف کردید، اما از شما تشکر میکنم. من میرم یک چیز را نشان بدم که این دوستانی که هستن از این فرصت استفاده کنن، انشاءالله تیاری ایشان بیشو تاون.
اگر حقیقی نتونستم خیلی باشم در لایف نه ایرادی نداره، هیچ ایرادی نداره. نه ما فقط گفتم که سندی باشه بر صحبت‌های شما بزرگوار. دوستان عزیز، در کتاب الجواب المنیر عبر العفیر که جوابای سید احمد الحسن سوالات از ایشان پرسان شده و ایشان از این سوالات جواب دادن، یعنی کسی که ایشان لطف کردن گفتن. در اینجا اگر نگاه کنید از اینان سوال میپرسن که اگر کسی در امامت ایشان اعتقادی نداشته باشه، در امیر احمد الحسن اعتقادی نداشته باشه، مثلا امثال ما شیعیان، جان مال و ناموس ما برای از اینا حلال هستند. جان مال و ناموس ما برای اینها حلال هستند. همونطور که میبینید در مورد حک کردن مراکز اینترنتی از احمد الحسن سوال میپرسن، میگه که هیچ ایرادی نداره حک شود در راستای منافع ایشان، مگر اینکه صاحب شبکه دشمنی با ائمه و مهدیین داشته باشه. یعنی اگر ما شیعیانی که احمد الحسن قبول نداشته باشن، اینا هر طریقی آسیب و ضرر برسانن، از طریق حکدو باشد، دشمنی باشد، جان و مال و ناموس کشتن باشد، هیچ ایرادی نداره از شیعیان. و در ادامه مال از اون محترم نیستن. نظر خود احمد الحسن میبینیم راجع به، خوب نگاه کنید دوستان، نظر خود احمد الحسن امیر احمد القاطع هم میبینیم راجع به در کتاب المتشابهات جزء الرابع جزء 4 که سید احمد الحسن اینها که وصی و رسول خود میدانه، لطفاً صدا خود باز کنید شما بزرگوار، در از اینا جواب بدن. ببینیم نظر ایشان راجع به امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام چی هست. در اینجا سوال میپرسن که از امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام در دعایی که از حضرت امیر مومنان ذکر شده، این میاد میگه که منظور امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام در اینجا منیت و خودپسندی بوده. در حضرت امیر مومنان مولا الموحدین علی بن ابی طالب علیه السلام احمد الحسن میگه این برای منیت و خودخواهی علی بن ابی طالب بوده. مگر از جهت من وقتی جمله انا را کار میبرم، معنای فرمایش امیرالمومنین در دعای صباح چیست؟ از ایشان این دعا را میپرسن و میگن که معنایش چی بوده که حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب عقلی مغلوب گفتن. احمد الحسن میاد جواب میدم که امیرالمومنین علی بن ابی طالب دچار ظلمت و گمراهی بودن. در حضرت علی علیه السلام میگه ایشان دچار ظلمت و گمراهی بودن. اینا رو خوب گوش بدید دوستان عزیز. در از این کتاب درباره آقا امام حسین علیه السلام معنی سخن امام حسین خداوند مرا از خاری نفسم بیرون آور، از شک و شرکم پاک فرما چی هستم؟ در اینجا میاد میگه که جواب از احمد الحسن بخوانیم که نسبت در امام علی را که اونجوری گفت. ببینید نسبت در سید الشهدا سلام الله علیه چی گفتنی داره. در از این مورد ایشان میاد میگه که امام حسین علیه السلام دارای شرک بودند. امام حسین علیه السلام اینمی احمد یمانی امام حسین علیه السلام رو مشرک میخوانه. شرک نفسانی که مخفی ترین نوع شرک. یک دقیقه شرمنده من صحبت کتابای شما رو نه اصلا این چیزی که شما آدم اصلا چیزی صحبت میکنید شما اجازه شما گوشت شما دادم ولی شما حرف میزنین گپ میزنین یعنی تمام شما جواب بدین. تمام شما جواب بدید. دوستان عزیز همونطور که میبینید احمد الحسن سید الشهدا سلام الله علیه را دارای شرک نفسانی میدانه که میگه مخفی ترین نوع شرک هست و همان ملیت. این کتاب اگر شما هر کسی از این کتابش دیسکاری شده، شما کتاب اصلیش اگر کسی بخونه، من خودم کتاب 4 جلد کتاب داره، در فارسی هست، در عربی هست، خیلی زبان‌های دیگه هست. همچین چیزی نیست. اگر واقعا پشت حق هستین بیاین مطالب ما شما راجع به این گفتگو میکنیم. یک ثانیه بعد کسی رو مناظره فرار کنم و بعد قدر کسی رو نالت دروغ بگم. من در لایفتان میریم مثلا سری کار فرار نمیتونم. من فرار نمیتونم. من باید در لایفتان میریم جواب بدم. اصلا همچین چیزی نیست. مگر ما یک حدیث یک قبول مگر ما حدیث نداریم میگه علمای بی عمل علمای که در زمان هست اینا دنیا رو خراب کردن. خوب گوش بدید
شما بر از این ادعا هستید خب گوش کنید بغل زمان نباشه ببین لایو سوال خودتون جواب بدید ما میخوایم در دین و مذهب تو بیاد دوستان عزیز من ادعا دارم که در کتاب صدوق در دینی بی‌غیرتان نام کتاب درست لعنت خدا و رسول از همین بی‌غیرتان شیخ صدوق نام از اصلا واقعا چیز را بلد نیستین شما اگر واقعا پشت حق نام از این گفتن صدوق کیه؟ شیخ صدوق هسته صدوق کیه؟ تو نام از رو گرفتن نمیتونی شیخ صدوق میگی تو نام از رو یاد نداری در باب این که دوستان عزیز ایشان ادعا کردن در کتاب شیخ صدوق بر پدر کسی ندارد که از مناظره فرار کنه خوب گوش بگیرید با پیروان او ولد زنایی که خود نای بی‌ناموس این حرامزاده ها فهمیدیم دیتا نشان دادم خود از همین احمد الحسنی ولد زنا این همین بی‌غیرت بی‌ناموس کسی است که سید شباب اهل جنه امام حسین علیه السلام دارای شرک خفی میدانه سید الشهدا این ولد زنای حرامزاده ابنه‌ای دارای شرک خفی میدانه این بی‌غیرت بی‌ناموس احمد گاته گوساله بشاخ آقا امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام دارای ظلمت نفسانی میدانه این همین ولد زنا این حرامزاده کسی هست که جان مال ناموس شیعیان اثنا عشری که او سگ پدر قبول ندارن جان مال و ناموسشان حلال میدن بی‌ناموس از پدر خواستی تو اینا از این پیروهای احمد الحسن یک دانه شما بیاد دوستان عزیز در باب این که گفتید در کتاب صدوق این حرامزاده این نسل حرامزاده ما تا حالا در سنی اینطوری نگفتیم ولی این اولادای زنا در لباس تشیع تیشه در ریشه خود تشیع میزنن امام صادق این حرامزاده ها بزرگترین دشمنی را با حضرت امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام دارن این ولد زنایی که میگفت در کتاب شیخ صدوق نام شریعت مدش میگفت در کتاب شیخ صدوق در آخرای کتاب آدرس دادن چه در آخرای کتاب گفته که بعد از فلانی 12 تا مهدی میه احمق نادان گوساله در اونجا در از روایت منظور این هست که بعد از آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف از امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام به دنیا برمیگردن میل بارها تکرار کنه امیر مومنان آقای امام حسن آقای امام حسین تا بین از این 12 امام امامت ادامه پیدا میکنه تا یوم القیامه برسه بین از این 12 امام ادامه پیدا میکنه تا یوم القیامت برسه و این هیچ ربطی در احمد الحسن و قاطع و دیگه نداره خب همونجور که نشان دادم و دوباره نشان بدم عقیده عزیز رو نگاه کنید این چه مادر فلانی تنهایه یک بده وایسید دوستان عزیز اینا دروغ میگم ما خودم تا کتاب رو خوندیم حرامزاده خب نگاه کنید دوستان بی‌ناموس این کتابایش هستن خوبم نگاه کنید جواب میدم بیا بالا درخواست بیا بالا بیا من درخواست دادم بالا بیا نوشته جواب میدم بیا بالا نه بیا بالا این کتابایش بیا ثابت کن اگر حرامزاده نیستی اگر تو حرامزاده نیستی اگر احمد گاته حرامزاده نیست اگر تو نمایندهش هستی خب بیا ثابت کن این کتابی که من نشان میدم اشتباه اگر از اولاد زنا نیست شما بی‌ناموسا که ریشه تیشه در ریشه تشیع میزنید بیا این کتابایش بگو اشتباه هست اما سگ پدرم میوت میکنم خودم میوت میکنم فقط بلاک نیستی اینا رو درخواست بدی بالا بیا بی‌ناموس تو اگر جواب دادنی بده چرا فرار کردی اولاد زنا فکر کردی اینجا از لایوهای یکیش کسی چه خبر نداره گفتی نفر کلا مولا و تکنیک بازی کردی در شایخ ها مخرب برم یار جمع کن داشتی دوستان عزیز در کتاب جواب المنیر عبر العثیر در جزء ثانی جزء دوم از این کتاب چه جواب شدم سید احمد الحسن اینمی حرامزاده ولد زنا ازش سوال پرسیدن و جواب داده و تعلیق شیخ ناظم العقیلی بود خب نگاه کنید من انشاءالله احمد الحسن قفایی بالا میکنم در از این کتاب همونجور که نشان دادم من نسخه فارسیشه که انتشارات انصار امام مهدی این انتشارات از خود از این بی‌ناموسای چه بدله هستن پاسخهای روشنگر بر بستر امواج جلد دوم که اونو احمد گوساله جواب دادم و گردآوری و تنظیمش هم هیئت علمی انصار امام مهدی بوده
و برای پاورقیش هم همونجور گفتم شیخ ناظم اخیری بودن و مترجم گروه مترجمان احمد داطع هستن. خوب نگاه کنید، چه نسخه فارسیش چه نسخه عربیش. اینا نیستا من خوندم فاضل اصلا بی‌ناموس. خدا دلم تو یه خورده زودتر می اومدی حرامزاده جواب میدم. تو فکر دفعه اول هستم ما اینجا خواهد از شما حرامزاده بحث میکنیم. فیلمش هست اون دیگه تو مادهش هم هست اون نریتان اینجا ما دود برو تا امروز برنگشت. دوستان عزیز، در از این کتاب همونجور به زبان فارسی هم میبرید نشته در مورد حک کردن مراکز اینترنتی ازش سوال میپرسن که اگر بخوایم حک کنیم در بیشتر امروزه در بسیاری از نقاط جهان میتوان به روش‌های مختلف سرورهای اینترنتی را به گونه‌ای هک کرد که بدون پرداخت هزینه به صاحبش کاربر توانایی متصل شدن به شبکه اینترنت را به دست آورد. یعنی هکش کنیم بدون اینکه پولی پرداخت کنی، یک جنس رو یک مالی را از اونها برداری بیاری. میگه جایز نیست مگر اینکه صاحب شبکه دشمنی با ائمه و مهدیین داشته باشد. در این صورت اما مالش مباح هستند. یعنی کسی باشه که احمد گوساله را قبول نداشته باشه. خب اینا در باب یک ثانیه من بقیه‌اش نشان بده. حرامزاده اینجا هم آدم صدق گفتن دو تا صدق گفتن 4 تا گوساله جلوم برای مسئله که تو در خیال شیعه هستی سبا معلوم نیه کنجا قید 4 کنن بیا که همه صدق گفتن که تو قفایی بالا کنیم با اونو موقع باز بیشن که پیروانی یمانی رو سوال کنن. این از قضیه در باب امی که توهین از این سگ پدر در ساحت مقدس امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام همین گوساله که خود یمانی بود. حرامزاده. خوب نگاه کنید دوستان. چی فارسیش در کتاب متشابه ها جلد 4 از احمد گوساله نسل حرامزاده ما جواب میدم نره طبیعت جواب تو رو خوب به قفایی بالا کن. دوستان عزیز خوب نگاه کنید در اینجا موقع که وقتی امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام در دعای صباح موقع منظور از عقلی مغلوب چی هسته؟ چی میگن؟ از جهت من یعنی انا یعنی خود امیر مومنان و ظلمت می باشد. اینا امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام نفس ایشان را دارای دچار ظلمت میبینند. نفس حضرت حیدر کرار اینا دارای ظلمت میبینند. سگ پدران و در باب امام حسین علیه السلام در باب امام حسین علیه السلام هم میبینید که معنی سخن خداوند مرا از خاری نفسم بیرون آور و از شک و شرکم پاک فرما چه بوده؟ که در اینجا میاد چه شرک در امام حسین علیه السلام شرک یعنی ایشان مشرک میدنه. خب بدونید چه شرک در ایشان نسبت میده سگ پدر. شرک نفسانی که مخفی ترین نوع شرک هستن. یعنی خود حضرت سید شهدا سلام الله علیه این نمیفهم چون خیلی همان منیت میباشد که مخلوق را از آن گریزی نیست. این منیت او را با ظلمت و عدمی که بدون وجود آن فقط خدای سبحانه و تعالی میماند ولا غیر در هم میآمیزد و از همین رو به این معنا هر بنده از بندگان خدا مشرک میباشد. امام حسین علیه السلام این معنای شرک و نیز آنچه از شک به همراه دارد را قصد کرده است. امام حسین علیه السلام این معنای شرک و نیز آنچه از شک به همراه دارد را قصد کرده است. این سگ پدر باز ما دروغ میگه. یا الله سلام. گفتن در کتاب صدوق همون و صدوق گفتن بی‌ناموس. دفعه آخر صدوق گفتن که 12 تا امام و 12